سلام دوستای عزیز، وقت بخیر. به یکی از دیگر ویدیوهای ما خوش آمدین. در این ویدیو براتون یک پلتفرم جدید معرفی میکنم که مثل بیفیمشن و میتامکس میتونین بالایش سرمایه گذاری کنین و این پلتفرم تانسته که از طرف دولت امارات اسلامی جواز رسمی کار خود نیز بگیره. اسمش از WDC که در لندن در سال 2017 تأسیس شد. میریم سراغ ساختن اکانتش. معلومات بعدی را انشالله در لابلای ویدیو براتون میگم. از این اول شما باید کد کشوری که هستین را بزنین. ما خود در افغانستان هستیم، میزنیم مثبت 93. از اینجا افغانستان انتخاب میکنیم. کد افغانستان را که انتخاب کردین و یا هر کشوری که هستین کدش انتخاب میکنین. زدین شماره تان را میزنین، شماره فعال باشه. شماره را دوستای عزیز که زدین با این ایمیل تان را میزنین. مثلا یک ایمیل از دل خود میزنیم که احمد پویا، مثلا احمد پویا 12 at gmail.com. ایرم میزنین ایمیل که فعال باشه. با این پسورد انتخاب میکنین. و میزنم که احمد 123. پسوردی که میخواین باز ویدرا کنین دلتون که امی احمد همو پسورد بالا را میتونین یا میتونین که چنجز بیارین. اینجا ببینین ما براتون این قبل دیدم. اینجا و اینجا پسورد است دوستای عزیز. لاگین پسورد که هستک، پسوردی که شما باز اکانتون را باز کنین هستک. بدرا پسورد که هست دوستای عزیز، همون پسوردی که شما باز پلتون میخواین انتقال بتین هست. و اینجا اینویتیشن کد است دوستای عزیز. یک اینویتیشن کد است که مثلا از شما میخوایم 89 38 86 فرض کنین. اینویتیشن کد ما میزنیم، بالای رجیستر کلیک میکنین. اکانت شما باز شد دوستای عزیز. سیف پسورد بزنین، این رو کلوز کنین، کانفرم کنین. اینجا اکانت شما باز شد. دوباره بک میایین و این هم خود همون پلتفرم هسته. از این استقامت اپ دانلود میکنین. دانلود اگر میزنین، چون ما در موبایل خود دانلود کردیم دوباره دانلود میشه و دانلود میشه در موبایل تا نصب اینستالیشنش میشه و این بود طریق ساخت اکانت در پلتفرم WDC. و دوستای عزیز این جوازی که شما فعلا میبینین این جواز رسمی است که امی پلتفرم با دولت امارات اسلامی توافق کرده و رسما میتونن کار خود آغاز کنن و دولت هم برشان اجازه داده. و بنان پلتفرم های آنلاین هستک مثل بیفیمشن، میتامکس و حال WGC که هستک تازه وارد شده. به اون خاطر شما اگر مایل بودید میتونین سرمایه گذاری کنین و در این پلتفرم از $12 شما میتونین سرمایه گذاری کنین که در ویدیوی بعدی انشالله براتون ما تمام جزئیاتش میگم. اوقات و لحظات خوش داشته باشین. خداوند نگهدارتان.